سلام علیکم دوستانی عزیزم، روزی همه شما بخیر و شادی باشد. خیلی که میبینید امروز ما حالا هم در دکتر هستیم. امروز سوم روزی ما است در رودام. باید امروز ما را جواب دهند. اکنون حالی معلوم نیست. میخوال انالیزهای از پاریدیم. کودک باید ببینن اگر که همه جاش نقص باشد، همه جاش ساز باشد، سالم باشد و ما جواب میدیم. و گفتنمونم که دینا گفته بودم باید свидетельство о рождении کودک سپاریم. ما دینا سپاریدیم. میخوال در مدت 1 ساعت تیار شد و ما свидетельство о рождении دادم. من خودم نرفتم و شوهرم اومدن، همشه خودشان تیار کردن. میخوال گفتن که 1 ساعت اجداد کنین، تیار میشود، همین روز میگیره. بعد گفتنی هستم که یک کامنتاری شد که گفتن свидетельство о рождении را پول کتی میگیری وزیر خانوما دیگر شدگی ای زکس تا میبری چون چیکار میکنی اونجا قواز میتیم باید پولی وای سپاری. میخوال گفتم نه دخترای یگام چی ما پول یگام چی نسپردیم. میخواد ما رفتیم وای پاسپورت من پاسپورت شوهرم زکس منا بردیم از رودام با یک قواز دیگر دادن برده دادیم. میخواد خودشان تیار کرده دادن. باز در اینجا یک قواز سفید دیگر دادن. وقتی که свидетельство о рождении گرفتیم میخواد قواز میتن. این قواز برای چیه؟ این قواز میگیری از رودام میتیانتن. میخواد وقتی свидетельство о рождении получат کردند اینا میگیری. بعد شوهرت به روی این قواز میتواند که از جای کارش اگر افیسر کار کند میتواند که به این قواز از جای کارش 15,000 یا اینکه یادم نیست 12,000 می همین قدر پول میتیان. خال دخترها امروز کاری مایم بود شد. انا هر روز می آمدن دخترها که کنین свидетельство о рождении کردین بگیرین. گفتم میخوام فقط می آمدن دینا آوردیم شد گرفتیم شد. بعد گفتن که کرده گفتیم هرچی جون ما خلاص شد. انا میخوام در حاضر ما در زفتر آوردن چه آوردن. میخوام کشه من کشه باشد نمیدونم چی نمود کشه باشدی. میخوام 2 کسک خلیب کسی کم ترک نسکه اینجا ده چی باشه запеканка یا چیزی هست. میخوام چای در اکنون با ما اشتیایتون میجرکنیم و زفتر میکنیم. حاضر ما در عبید آوردن دخترها. اینجا در خیلی سوپچیک در اینجا باشد свекла پتی گریچکا و قدر یقا گوشتی مرغ و اینجا در یک تا خلیب چطور باشد کمپوت. نه این عبیدی سیم روزای ما ترا نه این باشد. میخواد قواز آوردن برای ما دادن برای که پدرکه گرفتن از رودام. ما ادکس کردیم پدرکشه برای ما میتیم 20,000 یعنی که پول پدرکه میتیم 20,000. در اینجا 2 تا وایران بود یا اینکه پدرکه میگیری یا اینکه پول. ما یکم کودک در коробка گرفتگی بودیم. коробка درونش همه چیز برای کودک دارد. یکم کودک در وای گرفتگی بودیم. اینش خواستیم پول گیریم برای که بسیار چیزا علاقه ما داریم خریدگی هستیم. برای همین خواستیم با پولش یکم چیزی دیگر را خریم برای کودک. برای همین پولش گرفتیم. میخواد 2 تا وریانتی نقص دارین. اگر که خواهین که شما پول گیرین میخواد قواز پر میکنن میتین. در اینجا نام فامیلا همش مینویسن قواز میتین تون شما از این نمیدونم ای پایان میگرفته باشم پولش یا که انفیسیه ولی معلوم نیست. وقتی که من بیپسته جواب دادن اینجا شاید معلوم میشود. از دکتر میگوید با خودش از کجا گرفتن در کار پولش. انا میخواد قواز روی ما دادن حاضر. میخواد علاقه چیزا منجم کردیم چیزایی که دیگر نمیپوشیم. امروز ما جواب میتیم. خدا با شکر آمدن سر ما رفتیم همه انالیز هم خیلی چیزا سپردیم اوزی کردیم. کودک آمدن ابخود کردن دیدن همه چی کودک نقص BCG کردن به حضور همه کی نقص برآمد. مورد حضور ویپسکا آوردن ما جواب میتیم. امروز به حد خرسند شدیم که
هرچی نکنسته خونه می رویم به حد میکه جونا یاد کردم. انشالله که باز سیامکا میکنم کنی چی کپ میشود. زیرشتا مایده چای ما خوب است میخواد در اینجا. بعد از بسیاری کردن کمتر گیره سخت کرد. دریافت چو کرد که اونقدر خواب نکرد و زیرا کنون خواب رفتگی و پیش در اینجاش خواب نمیکنم. فقط در پری من در اینجا نمیدونم مدوب نیست چی که در اینجا و پیش خواب نمیرود. انا میخوام هوارم امروز به حد نقص کرده. به روزی ما میخوام افتای خوشرو کرده است که میتوانیم با هزار خوشرو به پیسکا برایم خونه رویم. چقدر نقص هوا گرمه که نقص. درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر. مادر برات بمیره قربانی خوام بنازم، خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم. من علم سرایم با مهر و غم گساری، میبوسمت بسد ناز عطر بهشت داری. معنی زندگی می هم پاکتر ز ماهی، ای کاشکی نبینم داغ تو را الهی، ای کاشکی نبینم داغ تو را